مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 91 دهه گلزار، جماعت دهات سلطان آباد، ناحیه رودکی. ماه سپتامبر سال 1940 همچون مؤسسه تحصیلات ابتدایی تأسیس یافته است که همگی 8 نفر خوانندگان تحصیل می نمودند. با سبب کم بودن شماره خواجگی و اهالی دهه به 8 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شده، تنها 1 نفر آموزگار درس می گفت که ملتش قزاق بود. نام و نسبش نامعلوم است. تنها می دونند که قزاق معلمش می گفتند. از سال 1933 تا سال 1940 قزاق معلم در مؤسسه آموزگار بود. شروع از ماه اکتبر سال 1940 تا سال 1946 حامد عبدالحلیم دیرکتور مؤسسه تعیین شده فعالیت نموده است که وی سالهای بعدی به وظیفه مدیر شعبه معارف ناحیه نیز کار کرده است. از سال 1946 تا سال 1956 سنگین سفرو دیرکتور مؤسسه تعیین می گردد و کار و فعالیت می کند. سنگین سفرو 10 سال دیرکتور این مؤسسه بود. از ماه سپتامبر سال 1956 تا سال 1975 خالا و غیور پسر خال میرزا جیویچی نامدار که پدرش اولین ساکن دهه گلزار و آباد کننده این دهه می باشد. دهه گلزار در سالهای 1927-1929 تأسیس یافته است. از روز 28 اکتبر سال 1975 تا روز 28 اکتبر سال 2015 آموزگار جوان و کاردان و دانشمند و نیرومند، زیرک و توانای این بارگاه معرفت محترم گریزا نور محمد دیرکتور مؤسسه تعلیمی رقم 91 تعیین می گردد. با فرمان مدیر شعبه معارف همان وقته شخصیت عاقل و فاضل محترم آچیلدی عزیز و فعالیت خوب نشان می دهد. از روز 28 اکتبر سال 2015 تا این جانب گریزا فروخ نور محمدویچ دیرکتور مؤسسه تعلیمی تعیین گردیده فعالیت دارد. عین حال مؤسسه دارای 1 هکتار و 10 ساتق زمین بوده 4 بنا دارد. 2 بینایش بیناهای تعلیمی و 2 بینای دیگرش باشد بیناهای یاری رسان است. در مؤسسه عین حال 100 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شده و 10 نفر آموزگار به کار تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول می باشند و 5 نفر کارمند تکنیکی از پی کارهای تازگی و خواجگیداری مشغول کارند. از 4 بینای افراخته مؤسسه 2 بینای سال 1956 و 1 بینای سال 1958 و بینای چهارم باشد سال 1978 ساخته شده است. مؤسسه دارای صنفخانه‌های وسیع زمانوی، کابینت‌های فنی، خانه آموزگاران و کابینت دیرکتور با تالار وسیع مجلس با تجهیزات‌های داخلی میباشد و دارای 100 جای نشست با اسباب‌های تکنیکی دینامیک بلندگویک مانیتور تأمین کرده شده است. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 91 برای گرفتن علم و دانش و تعلیم و تربیت سریع وقت به درس حاضر شده به قانون و قاعده و طلبات‌های مؤسسه رعایت می‌نمایند. خوانندگان به درس‌های آموزگاران با تیاری خوب حاضر می‌شوند و کوشش می‌نمایند تا که در آینده به دانشگاه و دانشکده‌ها داخل گردند. عین حال خوانندگان صنف‌های 9 و 11 این مؤسسه برای امتحان‌های مرکز ملی تستی آمادگی جدی می‌بینند. بتونم قسمون عزیز هدفاتی در عقل خلقشون دارن جامعه عمل میشن. فعال جامعه وقتی تغییر دارن بچه تشکیل سازمان پیشتره بود که همون
ولی نو شخصی نوشی اما سامتون استگیر برای اول ما این تشکیل کردیم دیگه ما وای عشما بسیاری کو در شکلی کو بگو سبز و آنو ابو خیلی خطر میشه. سعی شد دیدی شو